ابزار کنزاکس شما را به دیدن این فیلم دعوت می کند. لحظه ها برای همیشه ثبت میشن، اما لکه ها از بین میرن. با مایه لباسشویی 5 کاره اکتیو، لحظه ها مهمتر از لکه ها. منو اکتیو. تو هم رو کاغذ میخونی، حرفایت به من میزنی. چی کار میکنی؟ شما زمانی که تمرید ندارید هم نباید از نقشتون خارج بشید. و اگه این اتفاق بیفته امشب بیدار همشبی که برای اولین بار دیدم. اسم واقعیتون چیه؟ میشه بس کنی لطفا؟ حسه خواب طولانی رو دارم. خب ببینم اگه خوابم الان بیدار شد. یخچال و فریزر دوقلوی کلور گلوری پلاس، بزرگ برای زندگی بزرگ شما. کلور، آینده را امروز تجربه کنید. به مهمونی امشب خوش اومدی. به عروسی زنی که سالهاست در حسرت عشق از دست رفتش غمگینه. عروس امشب به ته خط رسیده. عروس امشب سالهاست که مرده. خودشه همون آهنگ لعنتیه. میشنوی؟ سیمی خانم هنوز اصرار داری که پلیس خبر نکنی؟ تو اینجا چه کاره جناب سرگرد؟ جدی دارم شوخی نمی کنم. برای چی بقیه رو خبر کنیم؟ ببینیم اول اونجا چه خبره. آخه بازم دارم میگم یه تله است. چرا باید اینجا خودشو نشون بده؟ اونم تو خونه شما. فعلا نمیدونم. آدم عجیبیه. مطمئنم یه چیزی تو کلشه. قبلا هم همینطوری بود. شک نکن الان میدونه ما اینجاییم. آروم و خون سرد میریم تو. سیمی شاله اینجا چرا؟ چیه میخوای نبش قبل کنی اینجا؟ همه چی از همین خونه شروع شده. تو همین خونم تموم میشه. دیگه داشتم از اومدنتون ناامید میشدم. حیف بود ناامید بشی بعد این همه سال. تو همه این سالا تلاش تو برای گیر انداختنم میدیدم. تو باختی سیمی. همین که اینجایی یعنی باختی. نه بابا. نه چقدر بزرگ شدی پسر. چقدر شبیه خواستم بیا اینجا تا بهت بگم پدرت خیلی آدم خوبی بود. من با تمام وجودم عاشق پدرت بودم. تو عاشق کی نبودی؟ قاتل منم، ولی قتل پدرت یه اشتباه بود. این بلا باید سر مادرت می اومد. پس در مورد پدرت فکر بد نکن. من هیچ وقت راجع به پدرم فکر بدی نکردم. شما 2 نفر آخرین مهمونای من تو این دنیای لجنی. این دنیا لجن نیست. بوی لجن توئه که دنیا رو برداشتی. شاید تو درست بگی، شایدم من. تمامش کن. من گوشم از این چرت و پرتا پره. اسلحه‌تو بگیر پایین قرا. الان دیگه هممون به استراحت احتیاج داریم. این میخواد یه غلطی بکنه قرم. به حمید و ایرج سلام منو برسونید. و تمام. قرم بدو!
قاتل پدر من شعله بود، ولی همه فکر کردن حادثه بوده، حتی خود شما. ولی من میدونستم که این زن کشتتش. من شب قتل پدرم دیدمش. آیا این دفترچه نشست. ببخشید. کوره قبر شعله اونا. خب این آدم نیست؟ شما منو یادت نمیاد. فاتحه بخون. شما منو یادت نمیاد. تمام نشد بابا بس. تمام. چی میگفتی؟ داشتم میگفتم که شما منو یادتون نمیاد. ولی چهره شما از اون شب خوب تو یادم. چه پسر خوبی. دومات بشی. عجیبه. نه هیچی یادم نیست. خودتو اذیت نکنی رشخان. من میدونم که از گذشتت هیچی یادت نمیاد. من خودم اذیت نمیکنم. شما دارین من اذیت. من اون شب به هیچ کس نگفتم که قاتل پدرمو دیدم. میخواستم خودم پیداش کنم، ازش انتقام بگیرم. واسه همین رفتم پلیس شدم. شما الگوی من بود. بلند شو میگم اینجا دفترچه رو داشتم. حواستو جمع کن. خب شما الگوی من بودی. سیمینو از کجا میشناختی؟ چند سال پیش که داشتم روی پرونده قتل یکی که به نظر خودکشی میومد کار میکردم باشون آشنا شدم. سیمی خانم عین شما منو از بچگی میشناخت. برو. سیمی خانم رکب خوردیم. دوباره؟ جای سوزن رو گردنشه. وای. میدونست منم مثل خودش دنبال قاتل پدرمم. بعد از یه تایمی شروع کردیم به همکاری. ولی شعله از من و سیمی خانم باهوش‌تر بود. بایدم باشه. این شعله همش منو یاد یه چیزی میندازه. فهمیدم. اسم یه فیلمه. درسته یه فیلم هندی که یه خانومه بود روی شیشه ها میرقصید. آره. بهش کن. میگاش خب تو خودت فشاره. این شعله رو چجوری گیر انداختیم؟ ما گیرش ننداختیم، خودش اومد سراغمون. چجوری؟ این نامه رو فرستاد برای سیمی خانوم، قرار شد که تو خونه پدری ببینیمش. آفرین بچه‌ها، اینو بذار اونجا، اونو بذار اینجا. بچه‌ها نزدیک کنیم، می‌خوایم کریدور بسازیم. آفرین، خوبه، آفرین. نکشون رو زمین. از دستت من کهیر میزنم. می‌خوایم یه حیاط مسقف بسازیم. خانم آب و آتش دارن تشریف میارن. بچه‌ها خوبه، ول کنیم، خیلی کار داریم. بودم بیا. بله. ببین کی اینجاست. سلام منیر جون، خوبی؟ خوش اومدی. آزاد شدی به سلامتی. چشمت روشن بیژن خان. چطوری گلف سر؟ منیر جون، بیژن که زنگ زد گفت داریم میایم. اسکوشوری بالده. ببین بعد چیکار کرده. خفه کن موزیکو. خیر سرت عضو هیئت مدیره. یکی هم تو این ساختمون فوت کرده. اون وقت واسه من جشن گرفتی؟ شماها چرا عقلتون رو دادین دست این؟ منیر بدخلقی نکن. این بچه میخواست خوشحالت کنه، نباید تو ذوقش بزنی. عزیزم شما برو بالا استراحت کن، تو اداره پلیس هم خسته شدی. برو من میام. یه خفشوی محترمانه بود میشن. الان وقت کار کردن نیست، بیا بریم بالا استراحت کن. برو بالا، من باید دوربینا رو چک کنم. منیر جون یه چیزی بهت میگم، داد نزن لطفا. سلام. تمام این مدتی که نبودین همه خریدا جمع شده گوشه لابی جزو مشاعات عزیزم. پس لطفاً زحمت بکشین با هم اینا رو ببریم بالا، بذاریم من به کارم برسم. دلمون برای کی تنگ شده؟ این کارا نیست. چیو میخوای چک کنی؟ همه چی امن و امانه.
فردا هم لابیمن جدید میام. شما برو خریدارو بذار توی خونه، من میام. یه دونه میخرن، 2 تا میخرن، 10 تا میخرن، 100 تا میخرن، 10,000 تا که شما نمیخرن که. دستتون پره. اجازه بدید من دکمه نمیخواد بیژن جون، تا شما بخوای دکمه آسانسور رو بزنی ما از کت و پول افتادیم. پول بابات خودت بزن. اینا چیه؟ اینا رو میبینی؟ بیشتر هم هست. لکا آره. ماکت این قاعدت هم باید زن باشه. این جایی که رژ لبی جای رژیه. آفرین. تو مطمئنی اینجا خاکه؟ شاید این یکی هم مثل اون یکی خالیه. نه وقتی که دفنش کردم من اینجا بالا سرش بودم. خوش سلیقه هم هست. کجا رو انتخاب کرده؟ نامه رو چجوری به دست شما رسون؟ لای جنازه بود. لای جسد؟ نه منظورم که لای انگشتای جنازه بود. بعد شما فکر نکردین که یه نفر با این هوش و دقت چرا باید همچین نشونه‌ای از خودش بذاره؟ یه جای کار میلنگه. ببین شعله آدم میکشه، جوری هم میکشه که خودکشی به نظر بیاد، بعد یه نشونه از خودش میذاره، شما رو صدا میزنه، اعتراف میکنه، خودش آتیش میزنه و تمام. در صورتی که هنوز قتل‌ها اتفاق میفته با همون سبک و سیاق. و این یعنی که آقای پلیس باهوش سیمین خانم بازی خوردی. نمیشه. شده دیگه. نمیشه. وقتی کوری تو چجوری پلیس شدی نمیبینی اینا؟ حواستو جمع کن دیگه بابا، این خراب میشه. با میتونی منو ببری پیش این یارو چی بود لاوی منه؟ ناصر ها؟ آره یه کارش میکنم. دلت کردن؟ فکر کردم پاتوق سیگار کشیدن تو محوطه است. کی کلید این بالا رو بهت داده؟ وقتی یه زن ازگل عقده‌ای یه تازه به دوران رسیده میشه مدیری یه ساختمون، اون وقت یه بی سر و پا یه دزد میشه لابی من که واسه خاطر چند درقاز کلید هر جایی رو بخوام بهم میده. خیلی جیگر داری که با این سن و سال اومدی این بالا. واقعا نگران نیستی پات لیز بخوره بیفتی پایین عین هندونه بترکی؟ من نگران تو هم. یه وقت نیایی این بالا با این همه عقده‌ای که داری وسوسه بشی خودتو فرتی بندازی پایین. یه برقکار ساده که همه ی زندگیش زنش بود و یه دونه دخترش و یه دهنه مغازه یهو بدهی بالا میاره، درد دلش با مشتریش باز میشه و ازش پول قرض میگیره برای اینکه مغازش رو حفظ کنه. اون وقت تو ازش کلی چک و سفته میگیری، مجبورش میکنی که پشت همه این چک‌ها رو مادر من امضا کنه. تهدیدش کردی که اگه پولتو نده زنشو میفرستی زندان. مجبورش کردی ما رو ترک کنه که با تو زندگی کنه. پدر بدبخت من برای اینکه به مادرم آسیب نرسه تن به زندگی با تو داد. تو دختر فرهادی؟ من دختر فرهادم و الان این بالا جلوی تو وایسادم با همه خشمی که ازت دارم، با همه خوابی که برات دیدم. شاید امروز از این بالا جون سالم به در ببری، ولی مطمئن باش اون پایین از اون خونه زنده بیرون نمیای، چون من اومدم تو این ساختمون که فقط نفس تو رو بگیرم. با یه مرد 40 سال بزرگتر از خودم ازدواج کردم که اینجا بیخ گوشت باشم.
اینجا بیخ گوشت باشم که حالیت کنم. همین جوری شهر هر نیست که بیای زندگی یه نفر رو به گاه بکشی و راتو بکشی بری. من از زندگی سیرم بچه جون، سالها سیرم، ولی قصه اون جوری که تو تعریف کردی یه واسه تعریف کردن نبوده. نیست. خب امروز با من طرف، یعنی باید جواب سوالای منو بدی و سوالای من خیلی مهمتر از سوالای اون آقاست که توی اون اتاقه. پس حواستو جمع کن. اول برو پیکارت آقا. اول باید شغل در من جواب تو رو بدم. برو بیرون. جواب نمیدی؟ آقا قراب، آقا قراب، آقا این به من میگه چغندر، درسته؟ غلط میکنه. ولی من امروز حال و روز خوبی ندارم ها. هر چی ایرج خان میگه باید جوابشو بدی. حله؟ بلند! بله حله. ببین پسر جون، اگه تو الان اینجا نشستی و دستات بسته است به خاطر ضربه کاری همین چغندره که روبرود وایستاده، همین چغندر. پس لطفاً زر نزن. ببخشید میشه یه چیک آب بهم بدین؟ آب خنک؟ فرق نمیکنه. آب خنک اینجا برای شما زیاد هست، برای امثال شما لاابالی ها. میخندی؟ خیلی خوب، نوبت خنده ما میشه. خب شما رفتید جنازه امیر رو توی حمام دیدید و به ذهنتون رسید که مونی رو بندازید وسط ماجرا، درسته؟ بله. نه وقتی رفتم توی انباری این فکر اومد تو سرم. ولی به قراب برعکسشو گفتی. اشتباه گفتم. پس حواستو جمع کن که دیگه اشتباه نکن. آقا این میگم بیا تو ها. مردی رو که تو وین عاشقش بودم ولم کرد، رفت. نمیتونستم اونجا رو تحمل کنم. هوای اونجا منو یاد اون مینداخت. برگشتم هم حالم خوش نبود. پدرت خودشو به من نزدیک کرد. نگفت زن داره، نگفت بچه داره. من سفته نخواستم. اون خودش خواست. گفت حسابه. من نمیخواستم پولی بهم پس بده. فرهاد تنها نقطه امن زندگی بود. ما آدم نیستیم، هیولایی. همه چی رو به نفع خودمون میخوایم، به نفع خودت، به نفع خودم. اونی که قصه رو تعریف کرده به نفع خودش. نفهمیده بودم دختر فرهادی که بیچارت کرده بودم. دختر جون، گیر زندگیتون خودتون بودیم. گیر زندگیتون من نبودم. گیر کار اینه که تا هستی من آروم نمیگیرم، تا هستی مادرم آروم نمیگیره. تکلیف روشنه. اومدم بیخ گوشت که نفستو بگیرم. پس شروور تحویل آدمی که انقدر ازت متنفره نده. بشین روز و شباتو بشمر تا بیام سراغت. از همون دری میام سراغت که تو زندگی پدرم باز کردی. خب شما رفتید تو خونه امیر و جنازه رو توی حمام دیدید. بله. این یعنی که کلید در خونه‌شو داشتی؟ نه. چرا؟ شما هم مجبور باشی با مادر بزرگ معتادت کف خیابون زندگی کنی، پول موادشو جور کنی، خیلی کارا رو یاد میگیری. با یه پیشگوشتی ساعتی خیلی راحت بازش. این بچه جون مزخرف تحویل من نده.
من نه کف خیابون بزرگ شدم، نه مادرم شیره‌ای بوده مثل مادر تو. مادر بزرگم. ولی من هر دری رو باز میکنم. این یه استعداد، تو هم باید بهش افتخار کنی. خب گفتی مادر بزرگت، یعنی همون مادر بزرگ امیر؟ نه، مادر بابام. اونم چند سال پیش مرد. شما قبل از اینکه در رو باز کنی چرا زنگ نزدی؟ یهویی میرم تو منو ببینه کپ بکنه بزنم زیر گوشش. خب رفتی خونه امیر و دیدی نیست، دنبالش گشت. بله، نمیدونستم امیر مرده. وقتی فهمیدم که به همه جا دست زده بودم. به ذهنت نیومد دستکش دستت کنی؟ آقا من که نرفته بودم امیر رو بکشم که دستکش دستم. ادامه بده. موبایلش هم همینجوری زنگ میخورد. امیر امروز همون روزیه که اومدم نفستو بگیرم. چی کار میخواستی بکنی؟ فکر اینجا چه نکرده بودی ها؟ همه چیز افتاد گردن تو. فکر کردی اگه جنازه رو جا به جا کنی همه چی درست میشه. با تو هم. آقا من اجازه دارم بزنم تو گوشه این؟ یه دونه. خیر. دست بالا آدم رو میبنده. بگو. آقا به خدا مخم کار نمیکرد. با خودم گفتم عمرن کسی باور کنه من امیر رو نکشتم. فکر کردم بهترین کاری که میتونم بکنم اینه که جسد رو از ساختمون ببرم بیرون، سر به نیستش کنم. دیدم اینم نمیشه. یهو یادم افتاد کلید انباری نجفی دست منه. چون هر کاری داشت به من میگفت. مطمئن بودم خودش به انباری سر نمیزنه. فکر کردی اگه بذاریش انباری خانم سالوی دیگه کسی به خودت شک نمیکنه؟ نمیاد اینقدر آدم عوضی بود. کسی نیست بود. من عوضی هستم ولی قاتل نیستم. این آقا تشخیصش با ماست، نه شما. ادامه بدیم. توی انباری یادم افتاد که منیر و امیر رو چند بار با هم دیدم. توی دوربینا دیده بودم که میرن میان. اصلا کلید خونه امیر رو منیر داشت. خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب. بس ادامه نده. سیگار میکشی؟ اینجا که نمیشه. با من گفتم میشه کش. خب نمیشه. خب میفرمایید. یهو چشم افتاد به سشوار خراب منیر. خودم برده بودمش تعمیر. خودم انداختمش گوشه انباری. خب احمق، تو فکر نکردی اگه سشوار خودشو پیدا کنن این سشوار گندش در میاد خاکتون سرت کنن؟ من اینو کجا خاموش کنم؟ اگه همون موقعی که جنازه رو دیدی اثر انگشت تو پاک میکردی یا میرفتی اتفاقی میافتاد؟ اشتباه کردم. عقلم به این نرسید دیگه. خری. برای اینکه خری. ترسیده بودم. سشوار رو از تو انباری برداشتم بردم انداختم تو وان که همه فکر کنن برق گرفتتش. وقت سشوار خود امیر رو تو هموم ندیدی؟ کدوم سشوار؟ همونجا به برق بود. من سشوار اونجا ندیدم. اونو میگم. سشوار به اون بزرگی ندید تو برق؟ اصلا فکر میکردی قبل از تو چند نفر دیگه جنازه رو ببینن فرار کنن؟ اینم از شانس گند منه دیگه. ببین من حرفاتو باور میکنم ها. واقعا؟ بله بله.
میشه به اون آقا هم بگین؟ حتما، ولی قبلش باید یه سری اطلاعات در اختیارمون قرار بدی ها. من هر کاری بتونم میکنم. مثلا اینکه کی بوده که میخواسته کلک امیر رو بکنه، چرا میخواسته سکته به نظر برسه. طرف خیلی این کاره بوده ها. تو خیلی گاگولی، نمیتونی همچی کاری بکنی. تو این کاره نیستی. ایرج خان. ایرج خان رسید. ممنون. فقط ایرج خان، بله. دیگه ناصرم که دیدین دیگه، به نظر من دیگه به این ماجرا کار نداشته باشین و زندگی خودتون رو بکنین. خداحافظ. ما فکر میکنیم همسر شما به قتل رسیدن، یعنی به مرگ طبیعی نموندن. اون یه برکار خوب بود، امکان نداشت بر بگیرتش. یعنی دیگه هیچ مسئله ای از این ساختمون نمونده که بخوایم به من بگیم؟ متوجه منظورتون نمیشه. اون زنه بدکاره بی حیا هم همونجا آواز میخون، چقدر بد میخون. بعد براش یه آپارتمان خرید، چسبیده به دیوار همونجا هم از خودش آپارتمان خرید که راحت بشه. خونه امیر رو برای چی میخواستیم؟ برای واحد بغلی؟ فرار راه درستی نیست. فرار؟ که خواسته فرار کنه. بلیط هواپیما رو دیدم. این چرا اینقدر قفل مفت زده پشت درش؟ تو چه میدونم، شاید نگرانه اینه کسی رو نمیشنه. اون خودش شب بخوابی کسی نره خوبه. همین قاتل تو خونه امیر چی میخواسته؟ به نظر دنبال خود امیر بوده یا یکی دیگه؟ فکر میکنم جون شراره در خطر. ببین، قاتل رفته بوده شراره رو بکشه، ولی نتونسته قفلای پشت درش رو باز کنه. میدونسته امیر خونه نیست، به این زودی هم بر نمیگرده. از در مخفی هم خبر داشته. این اومده در خونه امیر رو باز کرده، رفته تو تا بره سراغ شراره. حالا چرا شراره؟ چرا همون 20-30 سال پیش که فرهاد کشته سراغ شراره هم نرفته؟ فکر میکنم باید بریم به شراره خبر بدیم که جونش در خطره. جون شراره در خطره؟ بله. به تخم مرغای توی یخچالم نگاه کن ببین تاریخش گذشته یا نه. شراره خانم، زود باش. بفرمایید. چرا قلب سیبش کردی؟ اون قلبه؟ قلبه دیگه. این بستنی شکلاتی قلبه؟ آها، منظورت اونه. تو شرار خانم، شری بابا این جواب نمیده داخل مشکوکه ها. ببین ما فکر کنی فکر نکن. زنگ بزن. بگیر زنگ زنگ بگیر، من آدم درستش میکنم.
خب الان اینو باز کردیم. اون چسته دیگر رو چیکار می‌خوای بکنی؟ کدوم چسته؟ چسته خب پشتش. خب وقتی الان از اینجا نتونیم بریم تو واقعه همیشه یو ایرج وای در بازه همین. از کار دستون میدی شد بابا من میگم جونش در خطره. بیا شرار خانم. شرار خانم. شرار خانم. فرهاد عزیزم سلام. دیدار نزدیکه. دارم میام. از بد به تولد خدا روی بدشو به من نشون داد. چی دارم میگم؟ همین. خدا که روی بد نداره. ما آدما بدیم. تو این دنیای پر از گرگ تر از بقیه نباشی کلات پس مرک است. اولش گرگ میشی آخرش هیولا. صداش قشنگ تو گوشم. این یعنی از همون اول آخرش معلومه. یعنی آخرشه. آخر همه کثافتکاریا، آخر همه بدجنسیا، عوضی بازیا، دور زدنا، لای کشیدنا. آخرش گنده، لجنه، تعفنه. نباید بذاری به مو برسه، به موی آخر. نباید انقدر بمونی که توی گند و گوه خودت فرو بری. من دیگه دارم میرسم به مو. پاهم تو باطلاق زندگیم داره گیر میکنه. هنوز وقت دارم. هنوز پاهم تکون میخوره. ایرج بیا. دارم اینو. خودم. بابا بیا اینجاست. کی؟ شراره. کجا؟ خودم تمومش میکنم. خودم تهشو مینویسم. روی همین کاغذ. روی خط آخرش با خون کثیف خودم دارم میرسم. فرهاد بیا دنبالم. نذار وقتی رسیدم منتظر بمونم. ببین به چیزی دست نزنی ها. چیکار داری میکنی؟ زنگ میزنم به نازنین که چی؟ چی؟ از اینجا بریم. کجا بریم؟ کار داریم اینجا. ما هیچ جا نمیریم. عمرن. من میرم ماشینو بیارم تو کوچه. نه خطرناکه. وایسا یا برو تو. برو این گیدونه بازیات چیه؟ برو بابا. برو تو هم. چیه؟ من چیکار کنم؟ برو بگی بخواب دیگه. تو چرا اینو دنبال خودت راه انداختی؟ یه زنگ بزن به قراب حداقل. بزن تو هم برو بخواب. بزن یه زنگ بزن بابا. مامانت خوشپس داره میاد. تو چرا تنهایی؟ بابا ایرج ولکن ماجرا نیست. قهر کرده رفته خونش. زبون آدمی زادی حالیش نمیشه. باید با زور بیارمش. اذیتش نکنی. اذیتش ندارم. بریم بیرونمون کردن. غلط میکنه بیاد اینجا با من طرفه. بیاد اینجا سراغ بابا. همچین پدرشو در بیارم گو خورده پاشه بذاره تو. گو خورده. ایرج
اجازه بدین اکسیژن براتون بذارم. سرتون بیا اینجوری، سرتون بیا اینجوری، سرتون بیا جلو. دستتون رو بریم پایین، تکون ندید. صحبت لطفا. اصلا صحبت. اجازه بدین، اجازه بدین، اجازه بدین. کی؟ چی شد؟ این چیه خانم؟ چی این؟ قنداب لیمو. از قند به جای یخ استفاده میکنی؟ وایس آقا میمیری خانم. چطور شد؟ نه بلندش نکن، بلند نکنه. چیه؟ ای حروم لقمه، حروم لقمه، باش حروم لقمه. نزنید، زنگ بزن قرآب. حرف نزنید، حرف نزنید. بریم خیاط خونه. طبق مدارک به دست آمده از سیمین و اتفاقات دیشب هنوزم مثل پلیسا می نویسی؟ واقعا فکر میکنی هنوز پلیسی؟ فکر میکنی اگه صورتمو ببینی چیزی یادت میاد؟ ایرج خان، دیگه داری خیلی موی دماغ میشی. بهتره برگردی به خواب زمستونیت. نه اینو آتیش میزنم که دیگه نتونی بیای دنبالم. هرچند از بازی کردن با حریف قدری مثل تو لذت میبرم، اما نمیخوام بکشمت. درد سر زنده بودنت کمتره. ببخشید خانم، من کیم؟ اینجا کجاست؟ اینجا خیاط خونه است. تو هم خیاطی. بله، همش یادم میره. بریم به کارمون برسیم. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été. چتی؟ مثلا آسیب دیدم ها.
ایرج. بله. مشتری هستی؟ سفارش قبول نمی کنیم، سرمون شلوغه، شب عیده. بفرم. باز ریست شد. بفرمایید آقا، بفرمایید.